فرانسر زیبا، البته قبلا زیبا بود. جدا از اینکه به هر جایی که میرسن آتیش درست میکنه و دیگه اونجا تا سالها دیگه از اونجا علق رشد نمیکنه. اینجا رو ببین، آخه این چه کاری؟ نگاه کن، همینجوری گرفتن خوردن ریختن. آخه اینجا مگه ماشین شهرداری میاد زبالاتون جمع کنه ببرن؟ این ریختن تو. آخه مگه این زود میشه؟ جان عزیزاتون میدارید زبالاتون نریزید رو آتیش. کسی دیگه اونجا آتیش درست نمیکنه، میره یه جای دیگه. حالا اصلا اون هیچی. یعنی چی مثلا تو میای اینجا میخوری کوفت میکنی میرزی اینجا میری تا اون پایین همیشه ریخته. بعد ما ببینم میگیم گاو. بله نسبت گاو اینجا کود درست میکنه، همین علفا رو میخوره. این کار نمیکنه که 100 سال دیگه 90 هم بیاد اینا همینجا سر جاشن. کسی زباله هم نداره میاره خودمون جمع کنیم ببریم شهر. تاوان این احمقا رو باید ما بدیم.